سلام، اومدیم به آموزش چطوری کار کنیم با سیوی و روش زدن کد پیرمیوم. ببینین الان ببینین سیوی که اینجاست. سیوی که اینجاست برای شما اول از اینجا میاد که معمولا اینو میزنین. وقتی که زدین اینجا رفت تو. بعضی از بازی ها برای شما پیرمیوم میخوره. بعد به خاطر اینکه پریمیوم اد کنین، مثلا بازی مثلا به اسم آر که ترنده، اگرم اینجا باشه آروی، مثل این بازی که تازه اومده به خاطر همین پریمیومه. این رو کپی میکنین، بعد این رو جایگذار میکنین. بعد این آنلاک DLC رو هم حتما بزنین که DLC هاش برای شما فعال شن. بعد الان بزنین میگه پریمیوم باید بخری. حالا چیکار کنیم که این پریمیوم دیگه لازم نباشه و لازم به خرید پریمیوم نباشه. سازنده این برنامه به خاطر سال نو امروز کد پریمیوم جدید داده. 7 روز است، تا 7 روز میشه استفاده کرد. بعد میان اینجا، از اینجا خروج رو میزنین. بعد ما هم از این میخوام از اون پریمیوم کد استفاده کنیم. من روش آموزشش رو میخوام بهتون بگم. شما میانین اینجا، کدش نیو 2026 یر کد اینه. اینو کپی میکنین. بعد میان اینجا یکم باز کنیم. اینجا اگه شما اکانت دارین که لاگین بزنین، اگر اکانت دارین ریجستر رو بزنین. بعد لاگین رو میزنیم. من اینجا اکانت خودم وارد میکنم. بعد الان من قبلا تو اینجا اکانت پریمیوم رو روشن کرده بودم، ولی شما هم میتونین الان روشن کنین. میایین اینجا کد رو اینجا میزنین. بعد اینو میزنین. بعد الان این برای شما اد شد. حالا چطور اینو متصل کنیم به سیوی؟ ببین یه دونه اینو میزنین، ثبت کنین. اینو کپی کنین، بیاین تو سیوی. بعد اینتر کد، بعد اینجا کد رو وارد کنین. کنترل ویز بزنین میاد. بعد الان برای شما تا 7 روز پریمیوم داره و اینطوری هر بازی که میخواستیم میتونین نکنین. الان مثلا ببینین آرویو دیدین که پریمیوم خواست. الان اینو کپی میکنیم، میاریم اینجا، پیست میکنیم، آنلاک دیلس رو میزنیم، DLC. بعد اینجا میزنیم ادوی رو بزنید همیشه. الان DLC هم برای شما اد شد. الان بیاین اینجا کد بازی هم بزن. الان عکسشو نذاشته ولی خود بازی هست. الان یه دونه ریستارت استیم رو بزنید میاره. به خاطر اینکه بفهمین کدوم بازی ها پریمیومن یا پریمیوم نیستن، بیاین اینجا گیم لیست. بعد اینجا پریمیوم انتخاب کنید که اعمال نشد. پریمیوم انتخاب میکنین و اینطور میزنید، نشد.
این بازی که پریمیوم دارن رو میتونین ند کنین و من خودم جای شما بودم همه اینا رو نگاه میکردم و اد میکردم که برای خودم این کار را بکنم و چون که آدم مثلا بعدم میفهمه که مثلا این بازی و پریمیومه باید بره از اون سایت سی وای برداره سی وای سی. اما اینجا راحت تره، میتونین همه کد بازی اینجا کپی کنید، بعد مثلا بیاین اینجا بدون ادو بزنین اینجا اینو بزنین بره اد میشه بازی برات. اینم از این. بعد بخاطر اینکه ثابت کنم اومده یا نه آر در یت آر اینا آر در یت. ببینین الان DLC این بازی نداره ولی الان برای من تو لایبرری مد شد و میتونی الان نصب و دانلود کنی و اینطوریه. بعد مثلا بازی های که DLC داره مثل فورزا، یه دست من فورزا رو بس کنم، یا مثلا بازی مثل فورزا. ببینین الان DLC ها هم برای من عرض کرده، یعنی میگه دوتا DLC داری، اینا دوتا DLC هن. مثلا تو اروپا تراک مثلا خیلی بیشتره، من ایز DLC اینجا همشون هست. اگر دیدین که یک بازی دانلود نمیشه بیاین اینجا و همه این تیک ها رو بردارین، DLC ها رو بردارین، بازی خودش دانلود بشه، بعد اینا رو بزنین و دانلود کنین. ممکن یکی از حل کردن مشکل دانلود این باشه. اینطوری بود، اینم آموزش. هر چیز زودتر بزنین که استفاده کنین، چون که فکر کنم تا 2-3 روز میشه از این کد استفاده کرد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.